تفسیر قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ آیه 7. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. خداوند بر دلها و گوشهای اونها مهر زده، در برابر چشمانشون پرده است، برای اونها عذاب بزرگی است. این که خدا بر دل مهر میزنه این چه؟ هم ختمه داریم هم تبعه. تبعه یعنی مهر زد. منتها خداوند با کسی قرارداد قبلی نداره. اینها خودشون با دست خودشون یه کاری میکنن، خدا مهر میزنه. یه مثال بزنم یادگاری. شما وارد خونه میشی میبینی یه دزدی کلید انداخته به قفل یا اثر دیوار وارد خونه شده، میگه اون دزده، میگه هیچی نگید، میذارید مثلا بره تو زیر زمین، تا میره تو زیر زمین میپرید در قفل میکنید، بعد زنگ میزنید به کلانتری بیاد بگیردش. حالا پلیس که میاد بگیردش میگه آقا جون این در رو ما قفل کرده. میگیم بله صاحب خونه در قفل کرد، اما چون با پا خودت رفتی دزدی کنی در قفل کردی. ختم الله، خدا قفل میکنه، منتها خدا قفل رو کی میزنه؟ آیه دیگه میفرماد که عرض کنم به حضور شما که آیه دیگه سوره مؤمن آیه 35 میفرماد یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. یعنی اگر کسی متکبر بود و جبار و ستمگر بود اینو خدا مهر میزنه. پس خداوند الکی کار رو نمیکنه. حالا ختم الله علی قلوبهم، قلب چیه؟ مراد از قلب روحه. در فارسی هم میگیم که قلب ما دست فلانی تنگه، در فارسی میگیم دل، دلم گرفته یعنی روحم گرفته. در فارسی هم قلب میگیم روح. حالا تو قرآن 3 تا قلب داریم: قلب مریض، قلب سلیم، قلب منیب. قلب سلیم آیش اینه فی قلوبهم مرض. قلب سلیم اینه و جاء بقلب سلیم الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب منیب اینه و جاء بقلب منیب. قلب سلیم قلبی است که دست نخورده، یعنی هیچ شرک توش نیست، سالمه، نه کینه توشه، نه حرص توشه، نه حب دنیا توشه، نه شرک توشه. این قلب سالمه. خب قلب منیب اینه که کج میشه ولی انابه میکنه، مثل ظرفی که آلوده میشه ولی خب میشورنش، این میگن قلب منیب. قلب مریض اینه که مریض دیگه، یعنی متا امراض قلبی که میگن، نه یعنی بیمارستان قلب، یعنی واقعا این آدم کینه‌ایه، آدم حسودیه. حالا قلب مریض ویژگی هایی داره. قلبی که از خدا غافله، این قلب مریض رو میگه اصلا به درد رهبری هم نمیخوره. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که قلبش غافل از ذکر ما، لا تطع اطاعت نکنه، یعنی این به درد مدیریت و رهبری نمیخوره، چون آدم غافلیه. قلبی که مریضه دنبال دستاویز و فتنه میره. اما الذین فی قلوبهم مرض فیتبعون ما تشابه، یعنی میره دنبال یه جاهایی که یه چیزی رو، مثل بعضی از خبرنگارای مریضا یه تیکه‌ای رو برمی‌دارن تیترش میکنن که برجسته‌اش میکنن که این اصلا اینطوریه. گاهی وقتا یه کلمه رو حذف میکنن، مثلا لبنان به اسرائیل حمله کرد، لبنان متقابلا به اسرائیل حمله کرد، یه متقابلا اضافه میکنه. وقتی میگه متقابلا این دفاع از خودش، وقتی میگه حمله کرد یعنی متجاوز بود. یعنی یه کلمه گاهی وقتا با یک کلمه پایین و بالا کردن. قلب مریض قلبی است که دنبال سوژه میگرده اینو علمشنگه را بندازه. قلب مریض قلبی که سنگ داره، جعلنا قلوبهم قاسیه، زنگ گرفته، ران علی قلوبهم، ران رین یعنی زنگ گرفته. اینا قلبای مریضه. قرآن برای قلب کفار چند تا تعبیر داره، 9 تا تعبیر تو قرآن من تا حالا اینجا نوشتم. یکی میگه که انکار میکنه، قلوبهم منکره، یعنی هر چیش میگیم
کتفشو بالا میندازه. یه آیه هم داریم که میگه که ثانی عطفه، عطف یعنی کتف، ثانی دو تا میکنه، ثانی عطفه هم چی میکنه؟ هی کتفشو بالا میندازه. یعنی این هر چی بگی پس میزنه. این انکار. گاهی تعصب داره، فی قلوبهم الحمیه، تعصب داره. یا منحرفه، صرف الله قلوبهم، یا اصلش دلش مرده، لا تسمع الموتى، به افراد دل مرده رو قرآن میگه انگار مردن. یا روحش تنگه، یجعل صدره ضیقا، اصلش روحش تنگه، یعنی مثل رودایی که تنگ هست یه حسنات توش گیر میکنه. روح تنگ هم یه مثلا ناراحتی دیده تا آخر عمرش دیگه دست بر نمیداره. پس گاهی روح تنگه، ضیقا هست، گاهی روح زنگ میزنه، گاهی مرده. اینا به هر حال باید انسان مواظب به خودش بشه، نه هر چی رو ببینه، نه هر چی رو بگه، نه هر غذا رو بخوره. یعنی باید خلاصه همینطور که خونه در داره به خاطر 4 تا قالی و یه مقدار اساسی که تو خونه شما در میذاره بخوند، یه خودم با در بذاریم به روحمون. حدیث هم داریم بواب باشید، یعنی دروازه‌بون گشوده باشید. آخه ببینید شما یه نوار بخری یا سی دی حاضر هر چیز رو ضبط کنی، خب یه نوار تو کلمانه هر صدای رو ضبط نکنی. حضرت فرمود هر گوش به حرف هر که بدی بنده او هستی. اگر دریوری میگه بنده دریوری هستی، اگر حق میگه بنده حق هستی. مواظب باشید نه هر حرفی رو بزنید، نه حرفی رو گوش بدید. شهید مطهری نقل میکنه که با دوستی جلسه ای رفتیم، در اون جلسه حرفای نامناسبی گفته شد. وقتی آمدیم بیرون تو کوچه بحثی شد که امشب دیگه ما نماز شب خون نیستیم، یعنی روحمون آلوده شد. و حدیث هم داریم یه سری گناهانی که روز میکنید شب دیگه توفیق نماز شب ندارید. خب قلب انسان متغیره، ولذا مؤمنین جز دعاشونه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا، میگن خدایا قلبمون بعد از اون که هدایت کردی منحرف نشه. خب این بحثم تمام که افراد کافر قلبشون سنگ دل، قساوت، خدا به قلبشون مهر میزنه، قلبشون زنگ زده هست، آلودگی هایی دارن، به خاطر آلودگی ها اینها دیگه از لیاقت افتادن و گناه باعث میشه که انسان این تو بشه. بد نیست دعا کنیم خدایا تو رو به حق اونها که قلب سلیم دارن و اونها که قلب منیب دارن خودت روح ما را از همه رقم خطرات حفظ بفرما. این آیه هم که آیه 7 بود از سوره بقره تمام. السلام علیکم و رحمت الله.